جوانیتون رو قدر بدونید. میدان وسیعی در مقابل شماست. انشاءالله 70 سال دیگه، 60 سال دیگه شما تو این دنیا حضور خواهید داشت و کار خواهید داشت. از این فرصت استفاده کنید. برای این فرصت طولانی برنامه ریزی کنید. برای اینکه برنامه ریزیتون درست از آب در بیاد فکر کنید. برای اینکه درست بتوانید فکر کنید با قرآن آشنا بشید. قرآن رو بخونید، تأمل کنید. از کسانی که پیش از شما و بیش از شما تأمل کردند یاد بگیرید. یاد گرفتن ننگ نیست، افتخاره.